سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال خود، کانال صادق سناتور. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. قبل از شروع ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید که از ویدیوی بعدیمون جا نمونید. خب این سراغ بازی که انیمش هم خیلی وقته توی اپلیکیشن ها ترند شده. بازی شیطان هم گریه میکند. البته این اسم فارسیشه. این خود بازی چطور؟ البته من جلوتر نصبش کردم، یه مقدارش رو رفتم جلو، خوشم اومد. خب از جوری بازی لود میشه. خب اینا کاری نداریم، ما میزنیم رد بشه بره جلوتر. خب از اینجا شروع کنیم بازی رو. اول میریم داخل. کیفیت بازی واقعا خداست. همونجوری گفتم چند قبل از دیگه نصب کردم، من یه مقدارش رو رفتم جلو. کیفیت مبارزات همش خداست، اونم برای گوشی. واسفویت همه فوق العاده است. خب شروع کنیم. اونجوری که میبینید کیفیت مبارزاتش کاملا اوکیه. بازی برای اندروید 5 و گوشی های رد پایینم کلا اوکیه. حالا گوشی من رمش 8 و حافظه 128 داره اینطوری اجرا میکنه. فکر نکنم با گوشی های دیگه مشکلی باشه، چون من مشخصاتش خوندم، گفته بود برای اندروید 5 به بالا. اصلا کیفیت عشق میکنه. صدای خود کاراکترها فقط نمیدونم چرا نمیاد. فکر میکنم که صدای خود کاراکتر کلا قطع است. خود بازی فکر کنم مشکل داره. بازم که مثل همیشه باس فایت. البته که پیش اصلا به باس فایت نمیخوره. خب یکی رو ببینم شمانده علاج دهم تو رو من سرویس کنم. آوازی چهار تا تیرم نویل بزنیم بفرد دنیا دستی کی این حالی من فانیس جوجه. این از اولیش ستان پوسته یکی دیگه همسوش توفو بازی کس کیفیت خدا مبارزاتش هم که عالیه. بچه یه چیزی که واقعا اصلا خوشم اومد اینه که بین مبارزات وسط مبارزات میتونی کاراکتر رو عوض کنی. این خیلی به نظر من جالبه و عالیه. اون سازنده بازی کلن فکر این بود
جذاب کردن مبارزات و بازیش بوده. واقعا یک چیز عالیه، همه چیزش به زمان اوکیه. شبیه همین بازی تا الان که داشتم بازی میکردم ندیدم. واقعا بازی خیلی خوبیه که شما هم پیشنهادش میکنم حتما برید بازی کنید. این که دانلودش رو تو کپشن یوتیوب براتون میذارم، دوست داشتید برید دانلود کنید بازی کنید ازش لذت ببرید. اگر از ویدیو هم خوشتون اومد ویدیو رو حتما لایک کنید، خوشتون نیومد دیسلایک، به دوستانتون به اشتراک بذارید. قبل از همه چیزم سابسکرایب هم فراموش نشه. وقتی به این برسیم اینو بکشیم آفلا من اصلا دوچار برسیم چند مردم بیا اینا خب میخواه بعدی توی این بشیدم چی ببینیم مالی این یه دستی این یه دستی دستی سرویس شورم تو فرصت بودی حالا این موقعی که داشت کارکترم بود فروشتم تو فروش کارکترم و ساله میزنم میدونه که بسیار جالبیه. نه خب میذاره بعد به این نکته قابل قبول باشه و اصلا خوب نباشه. من به نظرم این نکته مثبت توی بازی. عالیه بس فایت‌ها معرفی هر چیزی رو کم گفتم. کیفیت بازی واقعا فوق‌العاده است، اونم برای موبایل. مثلا همین میگم من صدای کاراکترها قطعا من صدای صحبتاشون شنیده بشه. من تنظیمات بازی رو نگاه کنم چیزی سر در نیاد. بیا اینجا بود اینجا لوتر ببینید چیکار میشه کرد. از همین ببینید چند حتما سابسکرایب کنید، زنگولش میدونید که ویدیوی بعدی اون لطفا باشه. If you want more demon cards, please participate in the slot of slaughter. خودش میزنه بکنم یه سری آپدیت ها یه سری آیتم ها قراره بهمون بده. من کنم بازی خیلی خوبه، هم از لحاظ کیفیتی هم از لحاظ فایت ها کلن برای موبایل بازی واقعا عالیه.
equip the demon card. بچه آپدیت ها You سر آپدیت ها have to install the demon card and choose a blank یک here. کاراکتر را اعمال میکنیم Of course. You will need Okay, some I'll deal with the materials. rest. تا ببینیم خواهیت های جلوتر آورده بشه. فقط یه مشکلی که دوره نمیدونم چرا همه صدای کاراکتر قطعه فقط اینجا که همه داره صحبت کنه کنه صدا قطعه اینجوری که این بوله یه تایمه هم دواره من رفت این تایمه اولی با تو دیگه بشید هیچ سجون بابا این چه سجونه جلوتر نزاد سخت هم میشه اینجا انمی ها سجون تر این هم از این آموزشات رو میده و نمیتون خودمون برد 1 2 بزرگ 1 2 آسیس 1 2 حالا نه برای آپدیت بالا بگردیم این لوت ها رو لوت کنیم دوستان فکر کنم بازیتون همینجا دیگه کافی باشه اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید من دیسلایک لایک و سابسکرایب هم یادتون نره و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید.